حضرت شیخ الاسلام و المسلمین میر سید علی بن سعید شهاب الدین بن محمد رحمت الله علیه سال 1314 در شهر همدان در اوایل سید شهاب الدین رحمت الله علیه تولد شد و 14 روز به پشت پدر و 16 روز به پشت مادرشان به حضرت امام حسین رضی الله عنه و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسند. در سن 4 تا 10 سالگی نزد شیخ علاءالدین دوستی رحمت الله علیه درس شریعتی گرفته قاری مرتب قرآن بشن رسید. در 10 سالگی تا 18 سالگی نزد شیخ الاسلام و المسلمین شیخ محمود مزدکانی رحمت الله علیه اولیاء زمان کلی طریقت در جلوی طریقت قدم می‌نهند. در خدمت چندین پیرو سازان در خدمت می‌مانند. در سن 18 سالگی به خط ارشاد حضرت شیخ محمود مزدکانی رحمت الله علیه و سفر و تبلیغ دین مبارک اسلام می‌روند. سفر اول حضرت میر سید علی همدانی طبق روایت‌ها و زیارت شیخ سید محمد حسن اصفهانی شیخ خاموش رحمت الله علیه در لنگر موین‌آباد خواسته و زیارت رسومی 7 سال در اونجا می‌ماند. بعد او 3 مرتبه قسمت شرقی جهان در سفر طی کرده. هر بار آمده در پلو مدت‌های 1 ساله زیادتر یا کمتر زندگی می‌کنند. شهرهای کشمیر، سرینگر، لاهور، بلوچستان، بهارستان قدمجای حضرت میر سید علی همدانی هست که در اونجا سیر و گشت کرده به خلق خداوند نزدیک میشه، قریب میشه. بعد حج فرضی 14 مراتب حج تمتع یعنی حج اسلام اجرا میشود. هر بار در یک سفر حج حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب می‌بینم و بشارت به این مقام می‌کنه که یا علی ای فرزند هر کجای دنیا گذاشتی مقام آخری شما این مقام می‌شود. نفست مریدا ای توجیکو بزرگا فرکا روی چنین این دعا دیگر ملت‌ها که هم سفر کنم خواب زندگی شما همچنان نصیحت شما کنم که بشارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را به مقام بخشیده. و این فتح کنار افغانستان این بازگشت از کشمیر و سوی همدان و سوی وطن خودش 10 روز غزلی میکشم در حاضره و مضافات اسدآباد ای دنیا میگذرم. طبق وصیت کرده شم توبت حضرت میر سید علی همدانی را گرفته و کلاه آورده میرسم. خواب هستم در کلاه زندگی میکنم به وقت ساعت چم ای دنیا میگذرم الا حضرت سید محمد که فرزند حضرت میر سید علی همدانی به روایت 60 سال در کشمیر هندوستان میماند. در سن 70 سالگی آمده 4 سال دیگه در کلاه زندگی میکنم و همراه فرزنداش سید نوح، سید ابراهیم، سید حسن، سید حسین، سید داوود و یک تایی دختر که 6 نفر در او خواب هستم آمده در کلاه میگذرم به وقت ساعت شام در گرد اطراف حضرت به خواب اسپارده شد. باز خاطر حضرت و علاءالدین این زیارتگاه را آباد میکنند. جای زیارتگاه اهل محمد صلی الله علیه و آله عزیز چقدر که با شما معلوم شد محض با میر سید علی همدانی سوای به ختم زمین آمدنش برای زیارت کردن آرامگاه شاه خاموش که وی در ناحیه موین‌آباد قرار دارد به همون سبب گشت و وی به ختم زمین آمده بیاید و برای میر سید علی همدانی به آرامگاه شاه خاموش آمده آن را زیارت میکند و به زادگاه خود برمیگردد و بعد
چند مدت و بیماری سخت میشه و کشور مرگش توسعه میدهد که محض ما در شهر کلاب و خاک سپارند. در ویدیوهای آینده حتما به آرامگاه شاه خاموش رفته و نوار میگیریم که در ناحیه نیمه‌آباد قرار دارد.